السلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستم خوب و جور و صحتمند باشین. درس امروز ما به خاطر چون اولین درس می باشه در مورد حروف الفباست. مثل زبان انگلیسی 26 حرف داره که شروع میکنیم اول از حرف اول ما، حرف ا. درست است؟ حرف ا به شکل الف زر ا میگیم ا. بعد از او حرف ب داریم. حرف ب در بالای سرشم براتون تلفظش نوشته کردیم. بعد از او حرف س، حرف د و بعد از او هم حرف ای. درست است؟ دوباره براتون میخوانم ا ب س د ای. بعد از او میریم بالای حروف بعدی. به طور مثال F G H I J. درست است؟ F G H I J A B C D E F G H I J. مطابق اینا رو که حلقه کشیدیم بالایشون از این قسمت گرفته تا به این قسمت تمامش مثل انگلیسی تلفظ میشه. درست است؟ K L M N O تمامشون. بعد از او داریم P. درست است؟ حرف P. بعد از او حرف Q. بعد از او حرف R یا هم میتونیم شما R تلفظ کنین. بعد از او حرف S باز هم مثل انگلیسی تلفظ میشه ولی یک مقدار قوانین خاص داره، بزرگ انشالله بعداً میخوانیم. بعد از او داریم حرف T. بعد از حرف T حرف O V V X Y و بعد از او هم Z. دوباره یک بار از سر براتون میخوانم A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. بعد از او حرفای املاوت داریم. حرفای املاوت با حروف عادی فقط در